بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق علیه. و از ابو هریره رضی الله عنه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که پرهیز کنید شما از 7 چیزی که شما را هلاک میکند. 7 چیزی که شما را هلاک میکند و کسایی که پیش از شما بودن هلاک کرد. و صحابگان پرسیدند که آن 7 چی هستند یا رسول الله؟ فرمود که الشرک بالله، یعنی شریک آوردن به خدای تعالی. که خداوند در کلام مبارک میفرماید استعیذ بالله ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی که بیشک خداوند نمیبخشه کسی را که شریک به خدا بیاره، یعنی که به خداوند شریک همتا بیاره خدا نمیبخشش و غیر او دیگر گناه ها را خدا از برای کسی بخواه میبخشد. یعنی این شرک به خدا بسیار گناهی کبیره و هلاک کننده است. و در جای دیگه میفرماید که استعیذ بالله و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. یعنی که شما وقتی که مسجد داخل میشه عبادت میکنه با همراهی خدا کسی را شریک نیاره. نمازتون خاص برای رضای الله بخونه، برای خاطری مثال کسایی که شما را میبینن برای خاطری اونها نخونه و خاص برای رضای خدا بخونه. به همین خاطر یعنی که پیامبر صلی الله علیه و در حدیث دیگه میفرماید که من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنه و من لقیه یشرک به دخل النار. کسی که ملاقات میکنه با خدا روز قیامت، یعنی که میمیرد و میرود ملاقات میکنه تو شریک نآورده باشه به خداوند، اگر خدا او را داخل جنت میگردونه. وقتی اگر شریک آورده باشه و مشرک شده باشه در دنیا او داخل دوزخ میشه و هرگز جنت نمیبینه. و دوم چیزی که میگه شما را هلاک میگردونه سحر است. سحر جادو را میگن، ولی جادوگرا زیاد شدن. زیرا که پیامبر میفرماید که ساحر حتما و قطعا که کافر است. ساحر تو اگر کافر نشه به خدا کافر نشه و به همون جین ها ایمان نیاره، اگر او جین ها را یاردم نمیکنه در کارهاش، به همین خاطر اولا کافر میشه. چه کافر میکنه بعد جین ها او را یاردم میکنن، شیطان ها در یاردم او یعنی با همراه او یاردم میکنن و سحر میکنه، بعد سحر او میبره. خداوند میفرماید که استعیذ بالله و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. هرگز حضرت سلیمان کافر نشد بلکه شیطان ها و جین ها کافر شدن، مردم تعلیم دادن. همون علمی جادوگیره مردم همون جین ها تعلیم دادن. از ابو موسی اشعری روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که 3 کسی هستند که داخل جنت نمیشوند. اول شراب نوشی دائمی، کسی که دائم حول شراب نوشی است، چیزی که خدا در قرآن حرام کرده است، دائم شراب می نوشه. دوم قاطع صله رحم، کسی که به خویش و تبارش رفته آیا بس میکنه، قطع میکنه، همون انسان هم میگه پیامبر که داخل جنت نمیشه هرگز. و سوم کسی که تصدیق کننده سحر است، یعنی دائم کارش ساحری و یعنی از خفای ساحرها رفتن، از اونها تمارای گرمی و خنکی گرفتن، همین کارهای ساحری را دوست می‌داره، اما انسان هم داخل جنت نمیشه، یعنی که با همراه هم ساحر در گناه شریک. سوم قتل نفس. خدا میفرماید استعیذ بالله و من یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. یعنی خدا میگه کسی که یک انسان یا مسلمان به قصدن میکشه جزای او داخل شدن در آتش جهنم است، دائما خالدن یعنی دائما فیها در او داخل دوزخ، و غضب خدا بر او و لعنت خدا بر او آماده کرده شده است برای او عذابی بزرگی را در روز قیامت، برای او عذاب بزرگی را آماده کرد خداوند. و حضرت رسول صلی الله علیه و میفرماید بر روایت امام احمد که کسی که به کشتن مسلمان به نیم کلمه هم کمک کند در روز قیامت در پیشانیش نوشته شده است که آن شخص از رحمت خداوند ناامید است.
یعنی همون انسانی که به اشاره کرده باشه به قتل یگان انسان، او را سبب کشتن او شده است، او انسان چیکار میکنه؟ یعنی که از رحمت خدا به نصیبه، در پیشونی روز قیامت نوشته شده است. و چهارم اکل ربا. اکل ربا زیاده ما و شما زیاد است. یعنی خداوند میفرماید استعذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید به خداوند، ربا گفت است اینه پرسنت میگیم خدمتگو، نخرید میگه پرسنت از دو چند، یعنی وقتی که یعنی قرض میتی کسی از بالا او با پول میگیری یا دو چند میگن. و بترسی خداوند که شاید که شما رستگار شوید. این ربا با آیات قطعی، نه آیات قطعی قرآن حرام است و چیزی است که انسان هلاک میگردن. از عبدالله ابن مسعود روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که زنا و ربا در هیچ دهه عام نمیشد مگر اینکه مردم آن دهه عذاب خدا را بر خود روا داشتند. یعنی زنا و ربا کارهایی هستند که عذاب خدا در سر اون مردم حتما آمدنی است که خودشو خواستن. و باز از رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که سود یعنی همون ربا 70 دروازه دارد، کوچکترین آن مثل کسی است که با مادر خود زنا کند. کمترین گناهش همیه که گویا با مادر خودش رسیده است همون انسان. همین خیلی گناهی مثلا کمترینش همین خیلی گناهی وزمینه که حال او 70 دروازه دارد. و باز فرمودند که 1 درهمی که انسان از ربا پیدا میکنه، از ربا سود میبره، گناه اون نزد خداوند از گناه مردی که 36 بار زنا کرده است بزرگتر است. یعنی از زنایی که یک انسان 36 بار زنا کنه، حالا هم این شخصی که 1 درهم از ربا فایده کرده است، چون که خداوند با آیات قطعی را حرام کرده است. و پنجم اکل مال یتیم، خوردن مال یتیم، یعنی ما صغیر میگیم، خوردن مال یتیم هم حرام است. با آیات قرآن خدا میفرماید استعذ بالله ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بیشک کسانی که میخورند مال های یتیم ها را قهرن، ظلما، یعنی که بغیر حق، یعنی حق ندارن میخورند، این اجزا اینه که میخورند در شکم هاشو آتش دوزخ که به قریبی خدا اونها داخل جهنم میگردونه که آتش یعنی که در شکم های اونها داخل میشن. و پیامبر صلی الله علیه و فرموده است که و من یا خداوند میفرماید که و من کان غنی فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. کسی که در خانه‌اش یتیم داشته باشه و بای باشه اگر باید میگه خیلی پرهیز کنه از مال یتیم. وقتی خودش کم بغل باشه اگر همون مال در روزگار که صرف کرد باید به قدر ضرورت صرف کنه امره، یعنی که از حد عرف نگذرونه. در حدیث دیگر فرموده است که کسی که بر سر یتیم خواست از برای رضای خدا دست کشد، یعنی سرش سیله کنه، بر هر مویی که در دستش میرسه میگه حسنه خداوند برای اون نوشته میکنه. و کسی که به یتیمی که دختر باشه یا پسر باشد نیکویی کند، پیامبر میگه من و او در بهشت مانند یمی 2 انگشت، انا و کافل یتیمی که آتینی فی الجنه، من و کفالت کننده یک یتیم، نگهبان یتیم مانند یمی 2 انگشت هستیم در جنت، در بهشت. و ششم میگه تولا یوم الزحف، و گرفتن از روزی مشکلاتی مسلمانان، یعنی که مسلمان ها در مشکلات زدن در مثلا جهادی با کفار، از همون روز پشت بگردن و بگریزه، یعنی که همین انسان هم گویا که در هلاکت رفته است. هفتم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، یعنی که کسی که تهمت میکنه زنهای پاک دامنه که مؤمن هستند غافل از زنا هستند. نه کسی که زنها را تهمت به زنا میکنه. خداوند میفرماید در آیات قرآن استعذ بالله ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. بیشک کسانی که تهمت میکنن زنهای پاک دامنه که غافل هستند از زنا و مؤمن هستند، لعنت کرده از اون تهمتگرا را خداوند در دنیا و آخرت، و برای اونها عذاب بزرگی را یعنی خداوند آماده کرده است برای اونها. یعنی کسی که اگر زنی پاک دامنه اگر تهمت نه، جزای او چیه؟ در دنیا 80 درش میزنن، در قیامت
خداوند برای او عذابی لعنت کرده است او را و عذابی دردناک برای او آماده کرده است. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید که کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد یا سخن نیک بگوید یا خاموش بنشیند. به خاطر چی؟ به خاطر در آیت کریمه می‌فرماید استعوذ بالله ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یعنی کسی سخنی را نمیگه مگر که او یک ملائکه یعنی ضبط میکنه مینویسه سخن‌های را. میگه در روز قیامت از سخن‌ها ما و شما جواب میدیم. خداوند تبارک و تعالی ما را توفیق بده که از این 7 گناه هلاک کننده پرهیز کنیم و ثواب‌ها را به جا بیاریم و تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گذشتگان همه ما و شما را غریق رحمت کنه، شایسته جنت